اگر دوست داری یاد بگیری که چطور این مدل زیبا رو، یعنی مدل 5 پلیس یک طرفه رو به دقیق ترین و تمیزترین حالت زیر 5 دقیقه بدوزی، تا آخر ویدیو با من باش. و در آخرم اگر این ویدیو برات مفید بود، لایک و سیو و کامنت رو فراموش نکن. خب الان ما میخوایم حالت 5 پلیس یک طرفه رو اجرا کنیم. در ابتدا ما اول کار رو ببین، ما بغل کار رو دیگه بغل تو نمیزنیم، بغل کار رو یه لتا میکنیم، فقط پایین کار رو بغل تو میزنیم. این یه نکته برای این مدل عرض کنم خدمت شما که فقط پایین کار بغل تو، بغل کار رو یه لتا میکنیم. این برای اینکه چین اولمون و چین آخرمون قشنگتر در بیاد. بغل تو یکم باعث میشه چین بد وایسه. حالا الان اول و آخر کار رو یکی 7 سانت تا کردم داخل، پارچمون هم 1.5 عرضه. یکی 7 سانت تا کردم داخل. با توجه به زیگزال و نیش و اینایی که رفتیم، مفید تو این عرض با تا کردن 7 سانت اون برامون مونده چقدر؟ 122 سانت. حالا ما میخوایم پلیس های رومون رو 14 سانتی بگیریم که در مجموع پنلمون بشه 70 سانت. پس میایم 122 مونو منهای 70 میکنیم، جوابمون میشه 52. حالا برای اندازه‌های دیگه هر جوابی که در اومد تقسیم بر 4 میکنیم. چرا 4؟ ببینید اینجا الان ما داریم این کارو میکنیم، 4 تا از این پلیسه ها داریم، به همین دلیل تقسیم بر 4 میکنیم که جوابمون میشه 13. حالا چون جواب شده 13، پس از اینجا تا اینجا 14، از اینجا تا اینجا 13، باز علامت بعدی 14، باز علامت بعدی 13. اینجا شما دقت کنید، علامت اول 14، من این علامت تا 13 میرسونم. باز دوباره این 14 که اینجا دارم رو تا میکنم، میذارم روی علامت 13 که زدم. به این صورت اینجوری در مجموع ما یه دکور 5 پلیسه 70 سانتی داریم. خیلی راحت. ولی حالا اینم عرض کنم خدمت شما، تقریبا برای تمام پارچه‌های 1.5 عرض حدوداً همین اندازه است. شما دیگه زیاد نمیخواید خودتون رو اذیت کنید، همین 14 13 یا 14 14 بزنید معمولاً درست در میاد. به همین راحتی شما میتونید در عرض چند دقیقه دکور یک پلیس یک طرفتون رو با دقیق ترین حالت بدوزید. حالا شما توی پست من بگید، توی کامنت ها اگر بخوایم 4 پلیسه بزنیم اندازه این پلیسه ها چقدر میشه.